سلام و عرض ادب به خدمت شما بینندگان عزیز. وقت شما بخیر. خوشحالم که یک روز دیگر الله پاک ما توفیق داد که به خدمت شما باشیم. دوستای خوب و نازنین، امروز آمادیم که یک گزارشی از چوفروشا منطقه جغاره بگیریم. دوستا، چوفروشایی که امروز میریم اینا به داخل شهر هرات بودم که پارسال یک حادثه دلخراش پیش داد. انتقال دادم این مردم به زی مکان. میریم که سعی کنیم کاروبار از اینا چی رقمه تا چی حد اینجا بیشتر رضایت دارم یا به داخل شهر. بسیار جای زیبایی ساختم، همراه ما باشیم. ما فعلا به داخل کوچی چوفروشا هستیم، میریم داخل کارخونه و گاراژ ها. اینا همراه ما باشیم. السلام علیکم. بنده باشیم. کاکا جان خوبیم؟ اول شما خوبه؟ سعادتمندیم؟ بخیریم؟ شته هستیم؟ سلامت باشیم. چه کار میکنین کاکا؟ همینجا همین مصرف پولای توی پوست میکنیم. خب اینا بعد پوست بشه؟ اینا هم اگر پوست اینا باید خلاص شه، جمع شه، صفحه شه که باید اینا میفروشیم. خب کاکا جان، اینا چی تیار میشه؟ اینا که سفید داله، درسته؟ اینا سفید داله. اینا رو به چی میبرم؟ گلخونه میبرم. گلخونه میبرم اینجا گلخونه تیار میکنه. برای اینا پلاستیک میکشم، باز اینا کشتکار میکنن داخل اینا. خب دیگه لوکترای اونا با در کلکین بعد بالا میبرم نجارو. خب کاکا، به حساب در کلکین سفید دال کاج چیزی نمیشه؟ نه اینا خوش میشه. با خشک باشه اینا دیگه دم ماشین اره میزنم، اینا رو قرار خب کرسی تیار میکنم، در کلکین تیار میکنم. اون دبالا که هست کاکا اونا نجوه؟ اونا نجوه. ولی اونا چی تیار میشه؟ اونا می تختا تیار میکنن، تختای کلان که بالینا برنامه مثل کار میکنه. تختایی که به حساب تقاضا میکنه. بسیار خوب. چند سال هستیم کاکا؟ خود من 65 ساله. 65. 66 به خونه. نام خدا تکره هستیم. کاکا جان، اینجا خب هفته هم هست، اذیت نمیشیم؟ دیگه مجبوری چیکار کنین؟ کار دیگه اذیت کنی میشه آدم تاشون کار کنه، اذیت نمیشه. ما عرق دارم. خب اینجا کاکا این چی فروشی خود شما یا نه؟ این ماما عبداللطیفه. خب شما کارگری؟ ما کارگر پول سریف میدم و پست میکنیم. دونه سریف از صبح چند تا پست کردین؟ اونا پست کنیم شب 50 تا بشه. اونا 50 سریپه 1.5 ساعت. خب بازم خوبه کاکا دیگه. چیکار کنیم؟ امروز کنیه دیگه. می هفته یک روز دو روز بگیر ما میای. نه خواهان الان که صبح شما اگر خواسته باشیم تا شما شاید 200 تا پست کنین. نه دیگه اینا مثلا خلاص میشه دیگه خلاص دیگه نیه دیگه. از کار خود راضی هستیم کاکا؟ شکر راضی. الهی شکر. خوشحال شدیم کاکا جان. دیدن شما. تشکر. بینندگان عزیز، طوری که پیشتر گفتم ما به چوفروشای منطقه جغاره هستیم. بسیار جای زیبای دیدنی، همراه ما باشیم. من پیش دوستا دیگه که رزینه جور میکنم. کاکا مانده نباشیم. اول شما خوب صحتمندین؟ بخیریم جان. شما جوره؟ چی گپایه؟ خدا غریری الحمدلله. چه کار میکنیم؟ خود معرفی هم بکنیم. اسم غلام حضرت لالا. خب این چیز تیار میکنی؟ پله به رزینه؟ بله. اینا برای که بعض کجوله یک دقیقه گرده نکنیم. اینا که بعض کجوله باز خراب نمیشه؟ تیشه میشه دیگه. اینا درست میشه. خب وسط از این کج مثال میگم که خیلی کج باشه تیار نمیکنه. تا اون او سعی کنی، او یک سعی کنی. او اسلامش او رقم برابر میشه. او که نشه ما میفهمیم که نمیشه. خب چند سال میشه کاکا سابقه از این کارو دارین؟ ما خودمون تقریبا 20-25 سال میشه. 25 سال. خب با خاطری که پارسال به داخل شهر اسپیناده آتش سوزی شد، به مو خاطر شما به این مکان انتقال دادم. بیشتر دلیلی همین شد. من تو قبل از هم دولت قبلی هم این پیش بینی داشته که چوفروشا از اسپیناده انتقال ده. خب و دلیل بیشتری هم شد که آتش سوزی شد و انتقال داده شدن دیگه. با شما کجا بهترتر بود؟
حالا به حساب بعضی از سوداها و به حساب داخل شهر و دینی که اینجا بیتر بود، ولی اینجا جا مرافع‌تر بود به حساب جا و ارزونی راحت‌تر هم دیگه، سبزی هم هست. وای وقت بسی زینا بالا میشیم که روزی ما شده باشه بافتاده باشیم بشکسته خود میکنه نه دیگه ما قرض از ضرورت ما درست میکنیم مثلا اونایی که میبرم ما دیگه نیه که از من چی شکایت نکردم تا حالا چری بیام آدم بس زینه سسته بعضی ها شما مثلا تر دیگه میشه مشکل زا میشه نمیفهمه که چرا مشکل شده بیچاره بالا میشه دیگه در میره میشه خود میارم این درست این زینه چند قیمت نه؟ این زینه 12 سنت تو چیزا 500 5 6 متر داره متراژی رو فرق میکنه قیمت ها اینم برای متراژ همون زینی کلون چنده؟ همون کلون 6 متر و 2000 خب متر 300 خوشحال شدین کاکا جو سلامت باشین تشکر اگه شه خودمون نمیریم خدا من شماره زد بده تشکر از شما تشکر دوستای خوب و نازنین باز هم خوش آمدیم به ادامه برنامه. طوری که پیشتر گفتم آمدیم به زین مسیر جغاره که تمام چوفروشا شهر هرات انتقال دادم از داخل شهر به زین مکان. بسیار یک جای زیبای ساختم و هرچی که فکر کنیم جا خوبی از حساب سرسبزی، از حساب اودونی، از حساب جای کلان. در کنار دوستا هستیم دیگه که امروز معلومات ما از این چوب بگیریم که سعی کنیم وقتی که در پنجره آونی شده چوبم فروش داره، مردم میایم به چی میبرم چوبه. همراه ما باشیم کاکا جان، مونده نباشیم. سلامت باشیم جان. شما خوب سلامت خیریت بخیریم شکر الحمدلله. سلامت. اول کن نام شریف قربان ما بگیم. اسمم عبداللطیف چوفروش. خب اجی صاحب گپ بزنیم که چند سال میشه که سابقه چوفروشی داریم؟ یعنی ان شاء الله شاید 35 سال باشه. 35 سال. بله. خب به 35 سال دیگه پس وقتی که بریم چوب از یک جای بخریم معلومه به شما دیگه که حتما چوب چقدر ارزشی نه، چقدر مقاومت داره. 100% دیگه وظیفه مونه دیگه هر کس یک کار بکنه معلوم میشه دیگه بزو که همین چوب چیه موتر بار کرده باشه میفهمین که چند ارزش داره، به چی جا که به زمین باشه یا استاده باشه دیگه. خب همین محبت کلا از شما نه؟ بله نام خدا. اینجور کرا میدیم؟ بله اجاره از زمین دولتی اجاره کرده. خب این زمین دولتیه؟ بله زمین دولتیه. کلا نمی 43 جریب زمین از حساب دولت اجاره کردیم، به دولتیبی گذاشت و باز به حساب چوبفروشی برنده شدیم و سر همین مسلمان را سر همین چوبفروشی هم توزیع کردیم هر کدوم اندازه که لازم داشت به اندازه جای و بزو مثلا که چوبفروشی و اول تقریبا به حدود 100 یا 100 و چند نفر چوبفروش داریم که اینا هم میگی هر کدوم ما اندازه بزونه جای بدادن که اینا چوبفروشی میکنن. خب همین مکانی که شما هستین فعلا به دوش شما چند اجاره نه؟ تقریبا 1,20,000 می اجاره میشه. به ساله؟ به ساله بله. برج 10,000؟ برج 10,000 بله. خب همه زرجا به داخل شهر برای شما میدادم همین قیمت؟ فقط سه کنیم یک سی از برج 40,000 ما کرا میداده. خب ایلا به اسمی نده
که ایسا کنیم یک ایسا از ما برج 40,000 کرامه دادیم به اسمیناده. بازم همه زردگی با مسار نبود که یعنی بازم اندازه همین مسار شدی باز با 40,000 دقیقه ماستیم که جای نبود، مسار نبود. اینجا خیلی اسودن، خیلی جای کلون، خیلی جای وسیع از هم. آب و هوا چی میگیم؟ خوب آب و هوای خیلی از ارگانا با ما کمک کردم. این تنها ما این کار نه، از زراعت، از عرضی، از تنظیم مارکت ها آقای فرغانی خیلی خود ما کمک کردن. رئیس زراعت خیلی خود ما کمک کرد. ولی صاحب حال ما همینجا که آماده ایم و فقط به توسط خود ولی صاحب به ما امیر اجازه داد که بیایم تعویض زمین چو فروشی کنیم. ما تا ساعت اعمال کم که هستیم به حساب بهم گفته خود ولی صاحب تا ما خیلی کمک کردم. یعنی ما از همین تشکر میکنم که با ما خیلی انسانیت و خیلی به ما کمک ایتا شده که ما نمیتونستیم بزنگ دیگه قرار بدیم. اکثر فلات شده بود، اکثر شخصی بود دیگه. ولی زمینه شخصی بود. میگم اکثر فلات شده. کمی چو فروشا 200 تا ما برسیده مثلا 30 تا یا 40 تا حال با شکر پس برسیده به 200 نفر. 200 نفر هر نفر 5 نفر حساب کنه چند نفر از این روزی میخوره. راست میگیم. آجی کاکا ایر بگیم که همین فعلا چند نوع چوب داریم شما به داخل می کارگاه خود؟ یار به نوع دیگه به حساب ما همین چوب تعمیراتی داریم. چوب سفید دال داریم، بید داریم، بنوش داریم، توت داریم، زردالو داریم. همین چیز چوب سوخت ما کمتر داریم. از حساب چوب سوختی ما کمتر داریم. هر چی چوب داریم چوب تعمیراتیه. خب بله. به در پنجره بیشتر استفاده میکنم یا هیچ چی به در پنجره استفاده نمیشه. هیچ چوب نمیشه. نه هیچ چوب خاره، چوب روسیه و یکی دیگه هم آهنی شده. حالا هم آهنی شده، آدم پی وی سی شده. چوب دگال چوب برای دیگه چیزای مصرف میشه، با قالب بندی مصرف میشه. مثلا چوب با بالا خونه با اطراف میره. چوب هرات کاسته با اطراف میره، با مثلا به فرع میره، به نیمروز میره، به قلنه میره، به اطراف هرات میره. با داخل خود هرات که مصرفی چوب خیلی کمه. بسیار تشکر از شما. لطف کردید. سلامت باشیم. سلامت باشیم. دوستای نازنین امروز فقط برنامه را اختصاص دادیم فقط تنها به چوب فروشا که به این مکان سرسبز طوری که پیشتر گفتم آمدم. این تفله کردم که شما مشاهده میکنیم. این هم به من میگم از امرا که بیامدم میگه نعیم جانو باجه منه. ما چی کارتونم کاکا؟ باجه شما. ارجمنده شما نه؟ بله پسر من. نام خدا. چند پسر داری؟ 2 پسر. خب دخترم داری؟ 100 تا دختر. خب ایران بیا آوردن که شغل چوب فروشی به زیاد دین. نه اینا صبح تا منطقه خود میارم اینجا که به مکتب یا هم زاد نمیتونه که بره اینجا میره به مسجد میره. خب مسجد کاکا جو چی میخونی؟ الف ب. آفرین. به مکتب هم بابا خیلی خوشی دیگه سال میریم ان شاء الله. خب چرا به مکتب میری؟ استعداد گیرم. ها؟ استعداد گیرم. چی یاد بگیره به خیر صنف 12 که خلاص کنی نیت دلی چه کار بشی چه کاره بشی؟ باجه شما. گوش کشه. خب شما هم چوب فروشی داریم؟ بله. خب چند سال میشه؟ ما از اون پیرام و کویده تقریبا 18 سالم میشه ما تعمیر کاری. خب اینجا چیزی هم سفارش میدم غیر از اینکه شما چوب بفروشیم که شما جور کنیم چون دستگاه داریم اینجا. فقط اینجا از اون بریده میشه قیت زینه قیت کرسیه به میش چیمه و فروخته میشه فعلا. خب دیگه چیزی فروخته نه دیگه فقط چو کارفرمای اینجا. خب چند فیصد از کار خو به می مدت رضایت داریم؟ ما 100% رضایت دیگه کار دستمون نمیاد. این کار به بوم و کلونامون نمی که به دستمون مونده. راست میگی. چند سال هستین؟ 38 سال. نام خدا جوان بموندی. خوشحال شدیم. دیدن شما. تشکر از شما.
کاکا سلام علیکم، مونده نباشین. اول شما خوبه؟ رو خود بزوی عده کنین. چی گپای سعدمندین؟ شکر الحمدلله. اسم شما چیه؟ اسم من خداداد. خب چوب پست میکنین؟ دونه چنده کاکا؟ دونه 3 روپیه. 3 روپیه؟ از صبح چند تا پست کردیم؟ از صبح 20 تا. 20 تا؟ 20 تا 3 روپیه 60 روپیه. تا شما اگر کار کنیم چند کار میکنیم؟ یا با 50 یا با 100 روپیه 200 روپیه. 100 200 کار خود رزین؟ رزی ها. تشکر از شما. خیر ببینید. شروع کنیم. دوستای خوب نازنین، بازم در کنار برادرها هستیم که مصروف به چوفروشی و به کار و به بریبر هستم. باشه خودی اجی کاکا کمی اختلاط کنیم، مانده نباشیم. اول شما خوبه؟ سعدمند هستیم. مریض خسته کنیم. شکر فضل خدا. اسم شریف کنم با ما بگیم. بشیر احمد. خب از کجا هستیم؟ از بلوچستان پشت زرغون. خب چند سال میشه کاکا که سابقه چوب داریم؟ تقریبا 20 سال میشه. 20 سال. به به. چند نوع چوب داریم به منطقه خود؟ چوب دیگه ما توت، بنوشه، بید، سفیددال، جوز، عناب، خب زردالو اینمی چوبای. خب بیترین چوب کدو چوبه، بدترین چوب کدو چوبه؟ چوب برای کارآمد حساب جوز، چنار، عناب. خب به حساب کار. خب دیگه با به حساب آتش بنوشه، زردالو. خب چوبی که به درد نخوره چیه؟ پده. پده؟ بله. او میوه یا نه؟ نه میوه نیه. درختایی که به دور همین کاربار اینو سز میکنه تا زیارتای. مثل بیت کاسته. بله بدون پینتره با. خب بسیار خوب. هر چی که ما نگاه میکنیم غیر از کارگرا شما و خود شما به زی منطقه هستیم، مشتری هم میآیه یا ناسندی وقت داره که مشتری میآیه؟ مشتری فلان خیلی کمه، بازار پینه فلان. بازار نیه. اینجا برای شما بیتر خوشتیر میشه سودا و معامله یا داخل شهر که بدیم؟ داخل شهر بیتر. خب همین وقتی که سعی کنیم شما یک چیزی نیاز داریم، با شما چی فرق میکنه که شما بریم از شهر بخریم یا بیایم از بیرون؟ چرا بابا اینجا مردم نمیآیه؟ خب دیگه فلان بازار که ما سعی میکنیم بازار اونجا بیتر. اونجا به خاطر به جلو مردم بود. بله اونجا خیلی بیتر. خب بسیار خوب. خوشحال شدیم کاکا جان دیدن شما. تشکر از شما. بخیر باشید. بخیر باشید. اجازه نمیده. باشه. السلام علیکم، مانده نباشید. و علیکم. کاکا خوبه؟ اول شما خوبه، شما مانده نباشید. خدا سلامت. اول شما خوبه، سلامت هستید. شما مانده نباشید. سلامت باشین. اجی کاکا نام شریف خورم با ما بگین. حاجی حبیب الله. خب از کجا هستین؟ از سورستان. سورستان. بله. خب این چی فروشی از شما یا پلو؟ نه امینه. خب این کنام خدا از جریب هم بالای زیاده. چند نفریم اینجی؟ خب حدوداً چند نفریم؟ در حدود 7 نفریم ما. 7 نفر شریکیم؟ 7 نفر نه، منطقه سیوا کرده دیگه. آها خوی کو هم داخل هم دیگه کوچه. انوال این تپه از ما با شریک منه، او تپه از یک دو تا دیگه، دو تپه از یک دیگه. یعنی میتونه. این کو دروازی از یکی اشته میشه. فرق نمیکنه دیگه، همه بعد با مشکل نمیخوره. نه. خب مثلا کاکا دیگه وقتی مشتری بیایم به گشتگردم دیگه هر جا دل نماست. هر جا چوی خوش کرد امور برای سودا میکنیم، هر کدوم بودیم. خب از همسایه خمه میفروشم، او تا اطمینان به سر دارم و حساب اونم بفروشم همچنه. خب بله. پس ایت صدا نمیکنی که بیاید اینجا؟ نه. کاکا جانم. خود شما چند ساله این؟ خود من 66 تکمیل شد. خب چند ساله بودین که به داخل چوفروشی قدم گذاشتین؟ من در حدود 25 بودم که داخل چوفروشی قدم گذاشتم. خب بله. خوبه به نظر شما؟ الحمدلله. ها بیترین شغله. راضیم کار. راضیم الحمدلله. خب کاکا جانیت وقت شده باشه که یک وقت به می مدتی که شما سابقه داریم به سر شما کلا رفته باشم؟ نه الحمدلله.
نه هیچ کی به سر ما کلا نرفت. شما مثل کسی کلا نرفته؟ نه شما می دیو میکردیم تمام می ولسوالیات هرات ما بکشتیم این 15 ولسوالی از هر کس بپرسیم بگیم خودی می جای والله کثیر کردیم چی رقم. نه نمیگم حالا میگم مثال میگم من بیام آدم 3-4 تا زینی مایم مثلا شما چوبا بیده به جمع مثال میگم بنش یا به جمع توت یا به جمع چوب بانس اینا فروختی. نه خیر نه هرگز این کارا نمیکنم. شوخی کردم کاکا. خواهش میکنم. خوشحال شدیم از دیدن شما. تشکر از شما. تشکر. لطف کردید. خیر ببینید. دوستای خوب نازنین بازم آمدیم بزی چوفروشی دیگه که نام خدا بسیار هر جا که میریم همیت نگاه میکنیم کاروبار اینا رونق داره خدا بیشتر رونق بده و مردم مصروف هم بالاخره بیکار نیم یا چوب قلم میکنم یا زینه جور میکنم یا چوب پست میکنم بالاخره به یک شغل مصروفم. کاکا جون مونده نباشین. جوری بخیر سلامت. اول شما خوبه؟ الحمدلله سلامت باشیم. کاکا جان اینجا شیشتیم بری چوبا یک وقتی اینا ور ندارین دیگه برو شما میبینید ماما شما بیننده عزیز سعی کنین اینا بری چوبا شیشتر مامای خطا میدم از اینجا. ماما بتونه زمین بخوره. راضی میشیم شما که اینا به زمین بخورن؟ چه کاری شما نن کاکا؟ هیچ کاری من نمیکنم. خوش سعی کنین شما رو خود بزوات بکنیم. شما برو چوبا شیشته می لالا ما خطا دم میگم ما هم زمین خورم. نه دیگه خوش نیه که ما تیار باشم. چه کاری شما نه؟ هیچ کاری من نمیکنم. میگم خوش نیه که تیار باشیم. همراه ما باشیم پیش دوستا میریم مونده نباشیم همه شما. مونده نباشیم. سلام علیک سلام علیک سلام علیک سلام علیک مونده نباشیم. سلام علیک. کاکا خوبیم؟ مونده نباشیم. خود شما خوش آمد نمیکنین. نه شما به خاطر که راضی بدین که کاکا به زمین خورم. کاکا پول داره میزنه میکشه خرد مقول خب مونده نباشید. اول شما خوبه؟ نام مبارک خود به ما بگید. نام حاجی صدرالدینه. خب حاجی صاحب این چی فروشی از شما نه؟ بله. نام خدا. چند وقت میشه ما که خبر دارین که آمدیم به زیمتکان بازم بیننده ما شاید خبر نداشته باشم به این منطقه شما آمده 8 ماه میشه تقریبا 8 ماه بله. خب اینجا خود شما یا بیشتر برادرها گفتن که اجاره نه این از دولت ما اجاره کردیم. خب چند اجاره میدیم؟ اجاره تقریبا برج 2.5 است. برج 2.5 بله. تو به کجا امی بله به 2.5 کوکا به کل مفت به نظر شما نیه؟ نام خدا واقعا مفته. خب همین جای اگه به شهر بودی به شما به 10,000 میدادن؟ به 50,000 نمیدادن. ما یک جای از این خودتر بود به 27,000 به دست ما بود حال به 50,000 داده. راست میگی. بله. کاکا جان
باعثی و همین شد که وقتی که داخل شهر هرات همه آتش سوزی پارسال شد که شما را انتقال دادم. او هم کوبو شد منتها چند ساله که معمار بکنم از اینجا منتها خود ما چی میکردیم فایده خود نمیفهمیدیم با خدا میگفتیم وقت بده همین کار به خیر ما شد. راست میگی. اینجا بیتر است، فضا خوبه. 100 لا بیتره، 100 لا. ما به اون جایی که بودیم 3 برا بودیم، یک جای خود داشتیم باور کنید تمام شو مکره هم بزدیم. این میگه تو مشتری مرکش کردی، میگه مشتری میگه نه همین فضل خدا دو پیر بچه بم دست سامان خود ما میدونیم و کار ما اونجا تا باور کنید سنگ میزان داشتیم از پیش ما میجوندم تیشی ما گم میشد. اینجا فضل خدا هیچ چیزی گم نیست، هیچ چه تا صبح در وای خدا. راست میگه. درم نداره. درم نداره. آب هوا خوبه هم است. از هر نگاه خوبه. راست میگه. از هر نگاه خوبه فضل. بسیار تشکر. کاکا جان جیگر. شما مشتری؟ نه یا ما اونجا چی فروشی دارم به طرف. مال برفتین داخل کارگاه شما هم برفتین. خب اختلاط میکردیم. همین اختلاط میکردیم. این چیا میگفتین چیا کارفرماییه اینا گفتم ما دستم بند اگه نکال نمیفروختم با اینا یک ما بعد دیگه مگرم باز به 50 روپیه بخرم 45 روپیه بخرم. خب اشته 45 روپیه یعنی حال دستم بند پول به کار دارم اینا رو مگرم بفروشم. خب نه همین 50 روپیه و 45 روپیه اشته مثلا از منه. بله ها اینا چی کارفرمای باز اینجا ماشین دارم سر ماشین اینا رو تخته میبرم من 50 روپیه 60 روپیه باز تختار میفروشم. خب ما گفتم ما شاید که شما چه کاری شما نه همساییم دیگه همساییم. ما گفتم شاید که شما سر از اینا ردبی خیلی چرب مایم بکنیم. نه حقیقت میتونه بود اگه ما نمی آمدیم به می فکر نبودیم بودم که ما نمیبینیم مندیل نارور داشتی بودم ما تو کلاه در آور دارم برات رو خان میکشتم. راست میگی. کاکا جان شما کنام خدا فکر کنم سابقه شما زیاده به چی فروشی؟ تقریبا میشه 20 ساله بیشترم خوش نام خدا. ایت روز شده باشه امیر بگیم کمی چوب شما از کجا تهیه میکنیم؟ میارم یا میریم سرزمین؟ چوب میریم از منطقه ها میریم میخریم میارم اینجا آدم همین چیز استاد میکنم تمام تراخو میریم از اینجا میخریم ما فرقی نمیکنه. خب بله از دیام میریم میخریم خود ما میندازیم میاریم. برفتیم مثال میگم 10 جریب زمین دور بر از این درخت سفید دال یا بنوشه ایت شده باشه صاحب زمین صاحب ملک یک وقت شما رو بزی داده باشه. والا گاهی عمر بزی میده گاهی ما بزی میدیم فرقی نمیکنه. خب او که ما کار نداریم به شما کار نداریم همین که شغل شما نه هم وقت نظر خوربندازانی میفهمونین که یک چی قدر ارزش داره بو شده بازم بزی خورده باشین. بله چرا نشده. بله بعض جا برفتم خود ما برفتم چوبای مثال همین چوب اینجا فرض کنیم 50 کیلو پس سر زمین توی 50 کیلو پیش خودید کردم بیامدیم زمین به حساب او نمیخورده زمین به حساب خوشسالی بوده ای بیامده 30 کیلو 35 کیلو 40 کیلو سست بوده بله وزن نمیکرده. بسیار خوب بسیار خوب. ان شاء الله که رضایت از شغل خدا داریم. خیلی هم رضایت داریم. بله الهی شکر الهی شکر. دوستای خوب نازنین برنامه رو به کنار هر دو بزرگوار به پایان میرسونیم. خدا کنه که امروز از برنامه ما لذت کافی برده باشیم. فقط شما فرمایش بدیم سفارش بدیم که بریم به منطقه ما به قشلاقا به دیا به باغا به تمام منطقه شما 25 سال میشه کار منه وظیفه منه یعنی به هرات به چند ولایت جای نمونده باشه که ما نرفته باشیم. بازم به خدمت شما دوباره هستیم. فقط ما تنها نگذاریم ما به حمایت شما نیاز داریم. حتما بینندای عزیز شما تصویرهایی که میبینیم بسیار خوشحال میشیم چون شاید اجی کاکا فامیل شما باشم شاید هم سینفی شما بیده باشم یک وقت اینا رو کال میبینیم تر و تازه هم شما هم خوشحال میشیم. خب بیشتر وقت شما نمیگیرم قربان شما بسیار تشکر. خدا نگهدار شما تا به صبح شد.